توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه توجیکان در آینه تاریخ در موضوع نخستین قاموسنامه نیاگان. همین طریق عناصر چهارگانه هر کدام به خود عالیه‌ای داشت که ستایش و نیایش آنها از واجبات پیروان آیین زردشتی بوده. هر کدام آنها چون ایزد عالی تبار پرستیده میشد. چنان که بالاتر در مثال اردویسور اناهیدیش دیدیم، پرستش ایزد دریاها و آب و آبادانی در قلمرو باختر و سوخت و خوارزم خیلی معمول بوده. در پنجکند آن را نانا یعنی مادر نام می‌بردند. با نام نانا افاده نمودن مادر تا حال در میان تاجیکان علل خصوص کوهستان درواز بعضی ناحیه‌های ولایت ختلان رایج است. این از غایت اعتقاد مردم تاجیک نسبت به آبیاری سرزده است که آنها حتی با آخشا عالیه آب و آبیاری خویش عبادتگاهی محتشم بنیاد گذاشته بودند. چنان که در باب پیشتر آوردیم، پرستیدن عالیه آخشا یعنی عالیه دریای وخش و آمو از گسترش یافتن پیشه زراعتکاری و کشاورزی و به زینه بلندتر انکشاف رسیدن نیاگان تاجیکان شهادت می‌دهد. واقعاً در میان مردم تاجیک از بابت پاس داشتن آب صدها عباره‌های ریخته و عبرت‌انگیز موجود است که آب و آبادی، آب منبع حیات مثال آنها شده می‌توانند. این تصادف محض نیست، بلکه تجربه در طول 100 ساله ها اندوخته خلق تاجیک است که از تار و پود زندگی آنها آغاز می‌گیرد. ساحل های دامن فراخ آمو یا اینکه جیهون و سیر یا اینکه سیهون نخستین مسکن آبیاری، قدیمترین باششگاه و مرزهای کشت و کار، اولین جای شهرها و شهرستانهای آباد بودند که نه فقط نیاگان ما را سیر می‌کردند و می‌پوشانیدند، بلکه آنها را سوی تمدن و دولتداری والاتر هدایت می‌نمودند. از این لحاظ بزرگداشت آب و زمین نه تنها یک وسیله اعتقاد و پرستش آیینی، بلکه چون یک مایه آفرنده حیات، بخشنده زندگی و دوام سلسله جاودانه هستی پذیرفته میشد. دریاهای جیهون و سیهون با ساحل‌های زرخیزش برحق مقام و منزلت ارزنده مادر خدایی داشتند، زیرا محض آب و خاک پربرکت آنها بود که در دهها وادی‌های ناپیدا کنار تخم حیات، تخم تمدن و تخم دولت و دولتداری تاجیکان کشته میشد. تمدن‌ها می‌سبزیدند و زوال می‌یافتند، لشکرکشان می‌آمدند و می‌رفتند، سلاله‌های پادشاهان خودی و بیگانه یکی جای دیگر را می‌گرفتند، ولی پهناهای حاصلخیز رود آمو و سیر این سلسله رفتن و آمدن‌ها، شکستن و احیا شدن‌ها را عمر دوباره و دوام زندگی می‌بخشید. تقدیر تاریخی خلق تاجیک با این درود بزرگ از روزهای نخستین به عرصه تمدن و زندگی با شعورانه پا گذاشتنش هماهنگ و همنوا بود و هست. سوار گردونه زرینی در 4 اسب بسته تصویر شدن اناهید نیز دلیل بی‌بهایی است که مقام و مرتبه این عالیه آب و آبیاری، رزق و روزی و آبادانی در میان مردم تاجیک پایه بسا بلند داشته است. و گذشته از گفته‌های بالایی یاد کردن به مورد است که اندرون اشیاهای خزینه امودریا نسخه طلایی عالیه اناهید سوار گردونه 4 اسبه یافت شده است. این بازیافت شهادت می‌دهد که هم آثار اوستا و هم خزینه امودریا ته به ته به زندگی نیاگان تاجیکان ارتباط و همبستگی دارند. طرز حیات و پهلوهای مختلف روزگار تاجیکان در طول هزار ساله ها با اساطیر و روایت
ҳамосаҳо ва оинҳои кеши зардуштӣ ҳамоҳанг будааст. тоҷикон бар як китф бори зиндагӣ ва бар китфи дигар бори асолати ниёгон аз ҳама ҳангомаҳои талху ширини тақдир гузашта, бо сурудҳои годҳову яштҳо худро таскин мебахшиданд ва бори гарони рӯзгорашонро сабуктар мекарданд. воқеан аспҳои бидаву тестак ва уштурҳои чобуксайри бохтарӣ, агар аз назари имрӯз бигирем, хизмати мошини сафириву боркашро адо мекарданд. тавассути онҳо роҳҳои нави кормонгард шӯҳрат меёфт, заҳмати вазнини дастӣ осон мегардид ва муҳимтар аз ҳама, дари тамаддунҳои нав ва кишварҳои дуру наздик ба рӯяшон кушода мешуд.